بریم با هم دیگه یه پلو آجیلی خیلی خوشمزه درست کنیم همراه با مرغ. این پلو عدسه که درست کردیم گذاشتیم که دم بکشه. عدسه که با این کمی زردچوبه و روغن پخته شده، برنج آبکش شده و اینا رو با هم دیگه گذاشتیم که دم بکشه. اینجا فیله سینه‌های مرغه که داره سرخ میشه و اینجا هم که این آجیلاست که قراره تفتشون بدیم. آجیلا رو با این کمی روغن در تفت دادم، یه کوچولو هم بهش زعفران اضافه کردیم. این هم یه مقدار رون مرغ با سس پاپریکا که توی فر داره پخته میشه. غذا دیگه دم کشیده و موقع کشیده شدنش توی ظرفه. این هم از کشمشو بریزیم روی کرمبریه، نه کشمش سوخته بچه ها، مثل زرشک میمونه، خیلی خوش طعمه، طعم آلوچه هم داره. ماست و خیار که دیگه لازمه این غذاست و طعم دهنده خیلی عالی. خب دیگه بچه ها امیدوارم که شما هم درست کنید و از این غذا لذت ببرید. با گوشت چرخ کرده هم میتونید درست کنید و اگر لذت بردید لایک و کامنت من فراموش نشه. مرسی.